من نغز دیده دارم اوچه دوست داشته دارم. چی دیده داری؟ مدینه گورا جوشیدنی همون فرما رفتگیه. من کلی نمیکنم خیلی آدمه. چه؟ رجب علی؟ بابا اوچه جان؟ خودخوری اومد؟ امی خدا رحمت کنه بابا تا خیرت امی تو تشینان میگم. خدا رحمت مغفرتش کنه. بله بهترینه چون مغزورم بابام شنون. خیلی مینت کرد. گوش کو بچم یا لباس احساس تا پوش یا خطبه ترتیب بیار. ما دختری همسینف ما گاو زدگیم یا دختری قد بلندی برف دوری سفیدی موی در روز داره یا رفته بین که خیلی محقول کردی توی سر کنیم بچم. اوچه جانی ما زندگی یک چیه که ما سخنان شما را قدر میکنم. ما اگر پیش شما نمیبرم. یکی در حیات باید یک کسی را انتخاب کنیم که دوستش بداریم. یک کسی را انتخاب کنیم که نغزش ببینیم. یک کسی را انتخاب کنیم که آینده به قدرمون برسه. بشناسیم بدونیمش اوچه جان. من نغز دیده دارم اوچه دوست داشته دارم. چی دیده داری؟ نغز دیده نفری که همون را در زندگی انتخاب کرده اوچه. همون را میخوام گرفتن. همون میخوام آینده زنی مشوه اوچه. یا کجای؟ قشلاقی پایانگی دههای راهی نو. همون جای دختره که نغز میبینیم اوچه جان. خیلی وقته میشناسم میدونمش اوچه. میرم بچم نصیب پگه میرم خاکت ایلک میریزم. اوچه همسیف نه پولدار میخواه اوچه من. این قایی دور بوده ایره همه ای عاشق شیدا ای مجنون کوبکو یا رهی نزدیک در نمیابی بود. اومدیم این قا بنزین صرف کردیم. چه زن کوی سونه خب در سری اب خیلی عاشقی و یا رهی نزدیک نمیابی این قا بنزین صرف کرده اومدیم. وای نمی تیراتوری وای نومی همون دیها را چی گفته بود؟ ای روحی نو گفته بود اینه دیها ای روحی نو من همیجای جا خود قشلاق دوز میدوره من همیجا دیها ای روحی نو خونه شمسی چپون من همیجا و چه دیهای روی نباشین همیجا. این هم بچه ها کپسی موچه ها شومه. سلام علیکم بارودا. علیک سلامتی. سازه خونه. اکا جان سازه خونه سلامتی ساز. اونها همی اکا شمسی چکون کجیده؟ اکا جان پایونتر میرین یکم کوچه میشه دست شب میگردین. سیم خونه دروازه نداره اکا. خیلی با نفهمیدین اون کسی گر پسینم جاک. راما. جو بچه هستن. خوب اکا جان. مال. سیم خونه به دروازه نمیاد چه؟ خواهران مادران و اپاجونکای ما با دقت یک شما برسونم که شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کار فراهم آورده که شما میتونید در خونه بشینید در خونه نبره. توسط هم تلفن موبیلیتون کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده. در یک ماه کم از 3000 سرکرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما دا دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست. یگان کس التماس میکنین یگان کس پول نمیتن. دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما را میتونین کار کنین. فقط برای به کار قبول شدن دیرکتری شرکت فابریک اپای زینب جان در نام دو درکتون رجب علی ابراهیمی مراجعت میکنین. اپای ما تمام نزدیکی کارا نقطه به نقطه شما را میفهمون یاد میته و شما را میتونین در آینده رنگین همی اپاجون ما پول خوبی به دست بیارید. در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی داره؟ 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاشاتون هر ماه توفا میگیرین، غیر توفااتون وقتی شما 2 ماه 3 ماه حرکت کرده کار میکنین دیرکتر میشین در این حالت 20000 تومانی اجانب شرکت فابریک توفا میگیرین. این چونین یک چلای طلای دیگه اجانبی انمی اپای زینب بانو برای همین حرکت کنین کار کنین. شرکت فابریک دا با یک خصوصیت خوب شب بگم که برای تولد هر یک فرزندتون 10800 تومانی دیگه توفاتون میده. شرکت فابریک 100% سرتیفیکات حلال داره. حرکت کنین در واتساپ اپای زینب جان بنویسین کار کنین. راما. جو بچه هستن. خوب اکا جان. مال. سیم خونه به دروازه نمیاد چه؟ همجا بیست ما اینا رستیم رسیدیم بردار این نوتا بچه همینجا خوشم میگیم اوه همجای دیگه
یعنی گویا براستی دروازه نداشتیم خونه به دروازه میشدم خیلی نشیده کجا تو شرایط که نداره به چرا خیلی نمیزنه دروازه چیکار کنم خدا دیرم خیلی عشقی تا گویی رجبالیه چاو رجبالی دروازه دا عاشق نشده دختری خاندار به عاشق شده این شلانسی خسی رجبالی دستات کتی چیکار میکنم نداشتم ما خسرت داره آخی خونه خسری ما دمه دروی نمون دانی در کافل قابلو دا کمری پیمری موندگی خیلی صاحب خانه سک نداشته باشه ایستا صاحب خانه لابای لابای السلام علیکم ассалому алайкум бия холаҷон اومدیم این خانه مدینه شون باشه کی خانه تونده ҳеҷ канеса бия будре холаҷон ما چی میشه مدینه دن ма келиншон мешавам бия будре холаҷон خسر خشتامالت نیستم хиср хиштоманам гузаштагиан холаҷон با رحمت مخفیت شوهرت کجا در шавҳарам кор дай مدینه کجا рафтагی است рости гап мо як ферма дорем мадина говора ҷӯшидани ҳамун ферма рафтагиай سلامت باشی бия будре холаҷон نه نمیدروه میریم اکو هیچ کلاب ده یکم کلونی خونتون ما راستی گپ برای گفتیم بچه‌مون زن دادنیم همینجا آدرس دادن که دختری نغزای خوبه برای همه آمدیم و فکرم که میریم اکو бия холаҷон будре нозмиям نه میریم اکو مال رحمت مال хуш омаде хола ای وای بچه می یا آوم رز بچه جان گشتیم و گشتیم همی سری قشلاق صبح دمید رفتیم بیگای روز شد اخی چسبید حلق موقی من کسالی قم دارم چی شکی بود و چی شمس چوپانکوی بود چه کامپوت دوره زم کامپوتای بچه هم شیرینه تو رو شهریز که دیگه چسبیده درمی دا دستر خونم شد نه چای جون چی عشقی بوده یا عشق کجور شده که عاشق هم بیرون دوز میبینی که درون وار نگاه هی السلام علیکم السلام علیکم عاشق شاید اومان دهانی گیز شبه این مجنونی کو بکو بطلاق با بطلاق میگشتگیه ایجا چی؟ چی جا؟ عاشق شایدو؟ ای اوچه گپ ندارم فهمیدگیم که رفتگی چند بار زنگ زدم 10 بار زیاد زنگ زدم ها دیگه من نوارداشت باشم هم زنگ میزنم فیسبوکش میکنم زنگ میزنم فیسبوکش میکنم بهترین کردی ای 500 دلار موندی من برای چی زنگ زدم که خبر خشب بگویا 500 دلار که بگذارم انا که چجونی موضوع سخن خشم میگه 500 دلار نیم 1000 دلار را اخذ میکنم یگام خب که تو نگم میزنم یگام خبری خوش ندارم یگام مایده خبری خوش نیستم فهمیدی؟ مرا اخمق کردی گودک من کوه با کوه تیپه با تیپه دشت با دشت راهی نو گفتم دهی نو گفتم خانه شمسی چوپون گفتم خدایی نه در دوران نه دروازه میریم فیرود میکنیم یک تمه برای لب باید بکنی تا وچش مردگی بدای دختر گوجوش ده گوجوشی بدای اکش ده سری که این کدام زمین بدای و گومو چرونی رفته من نمیدونم من کلی نمیکنم خیلی آدمه چرا؟ دیلا باید رنگ گواره که چشم نگاه کنی فهمیدی؟ دیلا یه آدمی دتی که ارزش او دیلا داشته باشه فهمیدی؟ نخو که با دیلمی یافتی در هر بطلاق لای و لایقه برده پرتوفتنگی نمیشه ما کلی نمیکنم باید او با اویلای ما موافق نمیبید دیلتا احتیاط کن فهمیدی؟ جان بشمو فقط پول میگین بشمو فقط مال میگین بشمو چجون یک بار خوشبختی نمیگین یک بار قدر قیمت انسانگری نمیگین یک بار نمیگین که در زندگی تو بچه‌جان مهر و محبت باشه یکدیگر فهمی باشه حرمت احترام و عزت یکدیگر باشه و چه فقط باید قدای ما بوی باشه باید قدای ما پولدار باشه باید قدای ما ماشین 100,000 دلار داشته باشه آخه او چجان اینه ما ماشین داریم اینه همسایه را ببین او چه قدای بوی داره تمامی چیز داره نه که خوشبختی نیست او چه در نوم صدقه
درست میگین دیل باید در یک نفری بدی که ارزنده باشه لایق باشه اوچای ما یکی ما انتخابی کردگیم روزی موچن انتخابی ما 100% هرچند در بین لایقه باشن هرچند خانوادهشون چوپان باشن اویلای کم بیزاحت باشن به پدر و به مادر هم باشن یکی ای 99% پدر دروده اختراکی با عقل با فهم و با تقوا و با تربیه ای اوچا نفری که اوچا جون مرا دوست میداره مرا قدر میکنه و ای خداوند میترسه و در دلش ترسی الله داره و هیچ وقت در زندگی مرا خورشیدن نمیمونه اویلای مرا خورشیدن نمیمونه زندگی مرا برباد رفتن نمیمونه انتخابی ما انمو گوجوشی گفتگی تونه اوچا